داستان درس اول از مجموعه 4000 واژه The Lion and the Rabbit یعنی شیر و خرگوش. A cruel lion lived in the forest. یه شیر بیرم توی جنگل زندگی میکرد. A cruel lion یعنی یه شیر بیرم. Lived زندگی میکرد in the forest توی جنگل. Every day هر روز he killed and ate a lot of animals یعنی اون میکشت و میخورد یه عالم حیوونا. He killed یعنی اون میکشت and ate و میخورد a lot of animals یه عالم حیوونا. The other animals were afraid the lion would kill them all یعنی سایر حیوانات دیگه ترسیده بودن که شیر اونا رو بکشه. The other animals یعنی سایر حیوانات were afraid ترسیده بودن the lion شیره would kill them all همه اونا رو بکشه. The animals told the lion یعنی حیوانات به شیر گفتن Let's make a deal بیا یه قراری بذاریم. Let's یعنی بیا make a deal یعنی قرار گذاشتن توافق کردن. If you promise to eat only one animal each day then one of us will come to you every day. اگه تو قول بدی که روزی فقط یه حیوان بخوری بعدش یعنی سپس یکی از ما میاد پیشت هر روز یعنی روز یکی از ما میاد پیشت. ببینید if you promise to اگه قول بدی که eat بخوری only one animal each day فقط یه حیوان هر روز یا روزی then بعدش یعنی اگه این قول بدی one of us یکی از ما will come to you میاد پیش تو every day هر روز. then بعدش یعنی اگه این کارو بکنی you don't have to hunt and kill us تو مجبور نیستی ما رو شکار کنی و بخوری. have to یعنی مجبور بودن. وقتی میگی you don't have to یعنی تو مجبور نیستی. The plan sounded well sought out to the lion یعنی نقشه خوب به نظر میرسید از نظر شیره. ببینید the plan نقشه sounded well خوب به نظر میرسید. sounded یعنی به نظر رسیدن. sought out to the lion به نظر شیره. so بنابراین he agreed اون موافقت کرد. but he also said ولی اون همچنین گفت if you don't come every day اگه شما هر روز نیاین I promise to kill all of you the next day من قول میدم که روز بعد همه تون رو بکشم. ببینید I promise to قول میدم که kill بکشم all of you همه تون رو the next day روز بعدش. each day after that هر روز بعد اون روز. ببین each day یعنی هر روز after that یعنی بعد اون روز یعنی بعد اون روزی که این صحبت شد. each day after that هر روز بعد اون روز one animal went to the lion so that the lion could eat it یعنی یه حیوان رفت پیش شیره که شیره بتونه اونو بخوره. one animal یه حیوان went to the lion رفت پیش شیره so that که the lion could eat it شیره بتونه اونو بخوره. then بعدش all the other animals were safe همه حیوانات دیگه در امان بودن. all the other animals یعنی همه حیوانات دیگه were safe در امان بودن. finally سرانجام it was the rabbit's turn to go to the lion این نوبت خرگوش بود که بره پیش شیره. it was the rabbit's turn خرگوش بود یا نوبت خرگوش بود to go to the lion که بره پیش شیره. The rabbit went very slowly that day یعنی خرگوش اون روز خیلی آهسته میرفت. The rabbit خرگوش went یعنی رفت very slowly خیلی آهسته that day اون روز خرگوش اون روز خیلی آهسته رفت. So بنابراین the lion was angry when the rabbit finally arrived یعنی شیر عصبانی بود وقتی خرگوش بالاخره رسید. so یعنی بنابراین the lion was angry
شیر عصبانی بود. When the rabbit finally arrived. وقتی که خرگوش سرانجام رسید. The lion angrily asked the rabbit. شیر با عصبانیت از خرگوش پرسید. lion که میشه شیر. angrily با عصبانیت ask پرسید. the rabbit یعنی از خرگوشه. Why are you late؟ چرا دیر کردی؟ Why are you late؟ حالا اینو خرگوش میگه I was hiding from another lion in the forest. یعنی من از دست شیر دیگه تو جنگل قایم شده بودم. I was hiding یعنی من قایم شده بودم. From another lion یعنی از دست یه شیر دیگه in the forest توی جنگل. That lion said he was the king. یعنی اون شیر گفت که اون پادشاه بود. That lion said اون شیر گفت he was the king اون پادشاه بود. So I was afraid. بنابراین من ترسیده بودم. The lion told the rabbit. شیر به خرگوش گفت I am the only king here. من تنها شیر اینجام. Take me to that other lion. منو ببر پیش اون یکی شیره. Take me یعنی منو ببر to that other lion پیش اون یکی شیره. And و I will kill him. یعنی من اونو خواهم کشت. اونو میکشم. The rabbit replied. خرگوش پاسخ داد I will be happy to show you where he lives. I will be happy یعنی من خوشحال خواهم شد. من خوشحال میشم to show you که به تو نشون بدم where he lives که اون کجا زندگی میکنه. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. یعنی خرگوش شیره رو برد به یک چاه قدیمی وسط جنگل. ببینید the rabbit یعنی خرگوش. Led the lion. کلمه led گویاشه lead هستش به معنای هدایت کردن یا بردن کسی به جایی. The rabbit led the lion یعنی خرگوش شیر رو برد to an old well به یک چاه قدیمی. کلمه well فقط معنی خوب نمیده، معنی چاه هم میده. To an old well به یک چاه قدیمی in the middle of the forest وسط جنگل. The well was very deep یعنی چاه خیلی عمیق بود. With water at the bottom یعنی با آبی که تهش بود. یعنی چاه عمیقی بود تهش هم آب بود. پس میگه the well was very deep with water at the bottom یعنی چاه عمیقی بود که تهش هم آب بود. The rabbit told the lion یعنی خرگوش به شیر گفت look in there اونجا رو نگاه کن. در یعنی اونجا، look یعنی نگاه کردن. The lion lives at the bottom یعنی اون شیره اون ته زندگی میکنه. منظور ته چاه زندگی میکنه. The lion یعنی اون شیره. lives یعنی زندگی میکنه. at the bottom یعنی اون ته. منظور ته چاهه. When the lion looked in the well وقتی که شیر داخل چاه رو نگاه کرد. When the lion وقتی شیره looked in the well یعنی نگاه کرد توی چاه he could see his own face in the water اون میتونست چهره خودش رو داخل آب ببینه. ببینید he could see اون میتونست ببینه his own face چهره خودش رو in the water یعنی داخل آب. کلمه own یعنی صاحب بودن، مالک بودن. وقتی میگه his own face یعنی چهره‌ای که صاحبشه، چهره خودشو. he thought یعنی اون فکر کرد، شیره فکر کرد that was the other lion اون یکی شیره بود. یعنی اون چیزی که تصویر شده بود داخل آب اون یکی شیره بود. without waiting another moment یعنی بدون اینکه یه لحظه صبر کنه. without waiting بدون اینکه صبر کنه another moment یه لحظه دیگه. توجه داشته باشید بعد without فعل اگه بیاد فعل ing میگیره. without waiting another moment بدون اینکه لحظه صبر کنه the lion jumped into the well to attack the other lion he never came out یعنی شیره پرید داخل چاه که حمله کنه به اون یکی شیره. او هرگز از چاه بیرون نیامد. ببینید the lion یعنی شیره jumped into the well یعنی پرید توی چاه to attack که حمله کنه the other lion به اون یکی شیره. he never او هرگز came out بیرون نیامد. all of the other animal یعنی همه حیوانات دیگه in the forest توی جنگل were very pleased with خیلی راضی بودن از اینکه the rabbit's clever trick خیلی راضی بودن از نقشه زیرکانه خرگوش. پس all of the other animal in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick یعنی همه حیوانات دیگه از نقشه زیرکانه ربط یا همون خرگوشه خیلی خوشحال بودن، خیلی راضی بودن. خب این پایان داستان درس اول از مجموع 4000 واژه
اگه دوست داشتید این مجموعه رو حتما سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما بزنید که اینجوری بلافاصله بعد از اینکه من اینجا پست گذاشتم شما اولین نفری باشید که میبینیدش. ممنون از شما، روزتون بخیر.